صدای انجیل تقدیم می کند مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به کولوسیان، 12مین بخش از انجیل مقدس. کرم نما ای قادر مطلق تا روح حسادت و غرور و شهوت پرستی را از خود دور سازیم و در عوض وجود و هستی خود را عاشقانه‌وار و از روی اختیار تسلیم تو ای مهربان خدا بنماییم. ما را ای قدوس یکتا یاری بده تا به تو توجه نموده و از کلام مقدس تو هر روزه هدایت شویم. خداوندا، تو را شکر می‌کنیم که تو ما را دوست داری و محبت و فیض خودت را بر ما آشکار نموده و خویشتن را در کلامت بر ما آشکار ساخته ای. پس تمنای پدر آسمانی، در این ساعت نیز قلب‌های ما را از مکاشفه و گفتارت پر بساز و روح‌های ناآرام ما را به وسیله حضورت آرامی ببخش. این دعا را به نام مقدس و شایسته یگانه منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح می‌طلبیم. آمین. اگر کلام خدا یکتا را در اختیار دارید، تمنا این که آن را به رساله حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر کولوسیه بگشایید تا از فصل اول و از آیه 23 کلام خدا را با یکدیگر مطالعه کرده و فیض بیابیم. حضرت پولس رسول برگزیده خدا برای عیسی مسیح از آیات 15 الی 22 درباره مقام ازلی و ابدی عیسی مسیح و همچنین کار او و اسرار الهی رو برامون بیان میکنه که باید اعتراف کرد به وسیله عقل و بینش بشری و به وسیله حکمت دنیوی هرگز قادر به درک و فهم این آیات و مکاشفه خدا نبوده و نخواهیم شد. ولی اگر با بصیرت روحانی و حکمت و چشم ایمان به این مکاشفه خدا توجه کنیم، متوجه خواهیم شد که خدا یکتا از روی محبت و فیض عظیم خیش حاضر شده که به نحو بسیار استثنایی با بشر گناهکار و یاغی تماس بگیرد و انسان گمراه و دور شده از خود را دوباره به سوی خیش بیاورد. مکاشفه‌ای که حضرت پولس در این آیات بیان می‌کند عجیبترین و عظیمترین مکاشفه و اسرار الهی است که بر بشر آشکار گردیده است و در حقیقت اساس و پایه مسیحیت و پیام انجیل را نیز بازگو می‌کند و آن اینه که خدا اراده می‌کند که خود را به بشر در جسم عیسی مسیح آشکار سازد. تنها به وسیله این مکاشفه عظیم است که بشر قادره که خدا را آنطور که است بشناسه. زیرا تنها راه شناخت خدا برای ما انسان‌ها این است که خود خدا خیشتن را در اعمال و گفتار و سرانجام در مکاشفه‌ای به بشر آشکار سازد و او این کار را کرده است. کتاب انجیل مقدس یعنی مژده آسمانی، مژده‌ای که از این مکاشفه عظیم سخن می‌راند، مکاشفه‌ای که سبب شده انسان نجات خود را بازیابد. سوال مهم اینه که راستی چرا خدا این کار رو انجام میده؟ مگر خدا محتاجه؟ خیر، خدا محتاج ما انسان‌ها نیست، بلکه دلیل این که خداوند این کار رو انجام میده اینه که او ما را دوست دارد. به خاطر اینه که به مخلوق خود اهمیت میدهد و میخواهد ما را از منجلاب گناه و ظلمت و از اسارت اهریمن آزاد سازد. و دوستان، او این کار را در عیسی مسیح کرده تا من و شما را نجات ببخشد. در برنامه گذشته این آیات را با دقت مطالعه کردیم و حالا در دنباله برنامه این ساعت آیات را براتون میخونم و با بیان توضیحاتی امیدوارم که بتوانم شما را در درک نقشه خدا برای زندگیتون و هدفی که خدا براتون داره، آن هم از دیدگاه خود خدا یکتا که در عیسی مسیح آشکار گردیده است، یاری بدهم.
اگرچه درباره آیات 19 الی 22 در برنامه گذشته توضیحاتی به عرضتون رسانیدم، ولی اجازه میخوام که این آیات را یک بار دیگر مجددا براتون بخونم و بعد به معنی آیات 23 بپردازم. میفرماید: زیرا خدا رضا بدین داد که تمامی پری در او، یعنی مسیح، ساکن شود و اینکه به واسطت او همه چیز را با خود مصالحه دهد، چون که به خون صلیب وی سلامتی را پدید آورد، بلی به وسیله او خواه آنچه بر زمین و خواه آنچه در آسمان است، و شما را که سابقاً از نیت دل در اعمال بد خویش اجنبی و دشمن بودید، بالفعل با خدا مصالحه داده است در بدن بشری خود به وسیله موت، تا شما را در حضور خود مقدس و بی عیب و بی ملامت حاضر سازد، به شرطی که در ایمان بنیاد نهاده و قائم بمانید و جنبش نخورید، از امید انجیل که در آن تعلیم یافته اید و به تمامی خلقت زیر آسمان بدان موضع شده است و من پولس خادم آن شدم. در این آیات حضرت پولس طرز به دست آوردن این بخشش و رحمت خدا و تحصیل حیات ابدی رو در مسیحیت برای ما بیان می کند. ببینید، او اشاره به کاری که خود خدا یکتا برای نجات ما کرده است می کنه و می گوید خدا وقتی دید که ما در گناه اسیر هستیم، برده اهریمن شده ایم، صبر نکرد تا شاید بشر حاضر باشه به سوی او برگردد و اگر برگشت آن وقت راه تحصیل حیات جاوید رو براش مهیا کند. خیر، بلکه می‌فرماید او حتی قبل از اینکه ما متوجه شرارتمون بشیم، حتی ما قبل از اینکه از گناهانمون دست بکشیم، راه مصالحه با خود را برامون مهیا کرده است. در آیه 21 می‌فرماید شما زمانی از خدا دور بودید و این دوری از خدا به معنی دشمنی با خدا تلقی می‌گردد. چرا؟ چون اگر همراه خدا نباشید، همراه اهریمن هستید. شما که مسیحی شدید، شما که از گناه دست کشیدید، شما که از بدی کردن گریز نموده و اکنون به سوی تقوا و قدوسیت روی آوردید، فراموش نکنید که قبل از اینکه مسیحی بشوید شما چه حالت و موقعیتی در پیشگاه خدا داشتید. شما به خاطر نیت‌های بدی که داشتید و به خاطر کارهای زشتتون از خدا جدا شده بودید، ولی حالا صاحب زندگی تازه شدید، نیت تازه، فکر تازه و از همه مهمتر از دشمن خدا بودن به دوستان خدا یا به فرزندان او مسما گردیدید. این تغییر عظیم در زندگیتون ثمره و نتیجه فداکاری است که عیسی مسیح بر بالای صلیب به خاطر شما انجام داده و مسیح شما را به حضور خدا آورده است و برای شما شفاعت کرده و شما را پاک نموده است، گناهانتون رو بخشیده، به طوری که شما بدون هیچ اتهامی اکنون در حضور خدا ایستاده اید. خدا در شما دیگر خلافی را نمی بینه تا به خاطر آن شما را سرزنش و یا محکوم کند. خدا همه گناهان شما را در مسیح بخشیده است و یا مسیح گناهان شما را بر دوش خود گرفت و آن را بر صلیب میخکوب کرد. تاوان گناهان شما را با فدا کردن جانش پرداخته، بنابراین شما اکنون آزاد هستید. سند آزادی شما از گناهانتون جان پرارزش عیسی مسیح است که بر بالای صلیب فدا شد. همه گناهان شما اکنون در مسیح بخشیده شده است، ولی شرط اصلی این است که شما به طور کامل بدون هیچ شک و تردیدی به این حقیقت آسمانی ایمان داشته باشید و در آن محکم و ثابت بمانید. در خداوند قوی باشید و ایمان خود را نسبت به وجود خدای محبت که حاضر شد خویشتن را در مسیح آشکار سازد تا شما او را بشناسید و او را به طور شایسته عبادت و پرستش کنید، هرگز از دست ندهید. زیرا لحظه‌ای که ایمان خودتون رو از دست بدهید، در حقیقت منکر کار خدا و اعمال خدا که عامل نجات و بخشش گناهان بشر شده میشوید. و کسی که منکر کار خدا در عیسی مسیح برای نجات انسانها باشد، در حقیقت دست رد به فیض و رحمت و لطف خدا زده است. و دوستان عزیز، بایستی خدمتتون عرض کنم که متاسفانه خیلی از ماها دست رد به فیض خدا زده ایم. شاید بگی که نه، من هرچی خدا میخواد آن را انجام میدم، هرچی خدا بگه از آن اطاعت میکنم. دوست عزیز، سوال مهم اینه که آیا شما
عطیه خدا را دریافت کرده اید. شرط دریافت بخشش خدا ایمان است. سوال اینه که آیا ایمان به کلام خدا دارید؟ اگر دارید از کلام خدا اطاعت میکنید، ولی اگر زباناً فقط بگید من ایمان دارم اما عملاً از آن پیروی نکنید، دوستان عزیز، شهادت شما، جملات شما باطل و حتی دروغ هم محسوب میشه. کار خدا و اعمال خدا عامل نجات و بخشش گناهان ما شده است. شرط دریافت بخشش خدا ایمان است و شرط حفظ آن نیز ایمان و اطاعته. پولس رسول به مسیحیان شهر کولوسیه که قبل از اینکه پیغام انجیل رو بشنوند بت پرست بودند، ولی با شنیدن پیام انجیل مقدس توبه کرده به سوی خدای یکتا، خدای بی شریک و بی نیاز روی آورده بودند می‌کند و میگوید فراموش نکنید که این پیغام انجیل بود. قدرتی که در پیام انجیل بود شما را از ظلمت و گناه به سوی قدوسیت آورد. این پیغام انجیل مقدس بود که شما را از بت پرستی جدا کرد و با خدای یکتا خالق زنده‌تون آشنا کرد. این پیغام انجیل مقدس بود که در زندگیتون تغییرات عظیمی به وجود آورد و به شما هدف و مقصود کاملی داد. به شما تسلی و امید و شادی و آرامی حقیقی داد. این پیغام انجیل بود که شما را متقاعد کرد که بله، عیسی مسیح خونبهای شما را پرداخته. عیسی مسیح در راه شما و به جای شما بر روی صلیب فدا شد تا کفاره و تاوان گناهان شما را بپردازد و چون او کفاره گناهان شما را داده است، اکنون شما آزاد هستید، یعنی از گناهانتون آزاد شده و خداوند شما را پذیرفته است. پس باید به خاطر حفظ این ایمان جد و جهد کنید، کوشش کنید، تقلا کنید و هرگز ایمانتون رو از دست ندهید، چون اگر ایمان خودتون رو از دست بدید، تمام مزایایی که به وسیله ایمان نصیبتون شده، تمام مزایا و عنایات که به خاطر ایمان به عیسی مسیح به دست آورده اید رو همه رو از دست خواهید داد. و این پیام آسمانی نه فقط به سمع شما رسیده، بلکه در سرتاسر امپراتوری روم نیز پخش شده و مردم را به سوی حیات جاودان هدایت نموده. به زبان دیگر قدرت پیام انجیل مربوط به طایفه خاص، قوم خاص نیست، بلکه همونطوری که در شهر کولوسیه مردم بت پرست را عوض کرده بود، زندگیشون رو به سوی خدا هدایت کرده بود، در امپراتوری روم، در تمام قلمرو که تحت تسلط روم بود نیز همین کار رو کرده بود. مردمی که به مسیح ایمان می‌آوردند زندگیشون عوض می‌شد. ایمان عامل دریافت عطایای آسمانی است. ایمان عامل بخشش گناهان است. ایمان عامل در ارتباط بودن به خداوند است. ایمان به مسیح مقدس، به او که جانش را در راه شما فدا کرد و مرد و خدا او را در روز سیوم از مردگان برخیزانید. دوست عزیز، پولس رسول با تأکید بر قدرت ایمان و اینکه بشر فقط به وسیله ایمان به مسیح و اطاعت از آنچه که به آن ایمان آورده آشکار می‌سازد که در حقیقت راه دیگری برای ما وجود ندارد. او عقیده آنانی که به رسومات و تشریفات دینی برای نجات و بخشش گناهان متکی هستند رد می‌کند و میگوید قانونها و رسومات از طرف خدا نیامده، بلکه خلق شده از جانب آدمیان هستند. یعنی بعضی از افراد به نام خدا آن را به وجود آورده و به خورد قوم و یا ملتی دادند. خدا همه چیز را در فراوانی برای شادی به ما عطا کرده است. برای نمونه دوستان، غذا خلق شده تا ما با روح ستایش و سپاس آن را دریافت کنیم، بهره مند بشیم از آن. ولی امروزه عقیده و دستورات و رسوماتی که آدمیان خلق کرده، آنم بر اساس تعلیمات کاذب جای تعلیمات روحانی خدا گرفته است. خیلی ها امروز روی ظاهر ماهیت اهمیت میدهند. میفرمایند که فلان نوع غذا را نخور و فلان نوع غذا را دست نزن و یا فلان نوع غذا بخور، یا باید وقتی روزه میگیری از صبح تا شب دست به هیچ چیزی نزنی و یا وقتی لباس میپوشی اینطور و آنطور باشه. ببینید دوستان عزیز، این دستورات مفید هستند، ولی این دستورات هیچ اثری در تقوا و قدوسیت من و شما ندارد. اگر شما لباس کامل بپوشید، آیا خیال میکنید افکار نیت شما را عوض میکنه؟ مسلماً که نه. عیسی مسیح در مورد حلال و حرام بودن غذا رو به ملایان مذهبی کرد و گفت شما خوراک رو اشتباهی تعبیر میکنید. خوراک برای استفاده جسم است که وارد شکم میشه و سپس به مزبله میره و نه به قلب و روح و افکار بشر. ببینید،
البته ما مسیحیان می‌دانیم که بعضی از انضباط‌ها برای زندگی دنیوی ما لازم و ضروری و مفید هستند، ولی می‌دانیم که غذا خوردن ما هرگز ربطی به قدوسیت ما ندارد. غذا خوردن رابطه مستقیمی با تندرستی سلامتی جسم ما دارد، ولی با قدوسیت و تغذیه روح هیچ ربطی ندارد. ببینید، هیچ وقت غذای جسمانی عاملی نمیشه که ما را به خداوند نزدیکتر و یا حتی دورتر کنه، در حالی که قدرت ایمان در وجود شخص مسیحی نیروی میگذاره که این نیرو شخص را نه فقط به سوی انضباط بلکه به سوی خدا میکشونه، به طوری که طالب طبیعت و ذات حق در خود میشه و نور خدا قلب و وجود او را منور و پاک میگرداند. وقتی که ما به وسیله ایمان مسیحی میشویم دوستان، آن وقت مسئولیت‌هایی را به عهده می‌گیریم که به عنوان یک مسیحی باید آن را انجام بدهیم. ولی دقت کنید، این مسئولیت‌ها شرط نجات ما نیست، بلکه چون نجات یافتیم ما این مسئولیت‌هایی را که خدا پس از ایمان آوردن، پس از بخشیده شدن به ما عطا کرده است رو انجام می‌دهیم. حضرت پولس یک مأموریت آسمانی داشت که وقتی مسیحی شد بر او آشکار میشه و این مأموریت آسمانی چه بود؟ رسانیدن پیام فیضبخش انجیل مقدس به سمع مردم عالم. و او در این راه زحمت کشیدن و جفا دیدن را جزئی از دعوت و وظیفه خود می‌دانست. برای همین است که از آیه 24 الی 28 وظیفه‌ای را که خدا به او عطا کرده است بیان می‌دارد. ببینید، هدف او از این امر اینه که امروز من و شما را تشویق کند که به وظیفه‌ای که خدا به فرد ایمانداران عطا کرده است متوجه شده و آن را دریابیم. میگوید الان از زحمتهای خود در راه شما شادی میکنم و نقصهای زحمات مسیر را در بدن خود به کمال میرسانم، برای بدن او که کلیسا است که من خادم آن گشتم، بر حسب نظارت خدا که به من برای شما سپرده شده است، تا کلام خدا را به کمال برسانم، یعنی آن سری که از دهرها و قرنها مخفی داشته شده بود، لیکن الحال به مقدسان او مکشوف گردید، که خدا اراده نمود تا بشناساند که چیست دولت جلال این سر در میان امتها، که آن مسیح در شما و امید جلال است و ما او را اعلان می‌نماییم، در حالی که هر شخص را تنبیه می‌کنیم و هر کس را به هر حکمت تعلیم می‌دهیم تا هر کس را کامل در مسیح عیسی حاضر سازیم. دوستان عزیز، قبل از اینکه به معنی و تفسیر این آیات بپردازم، توجه شما را به مسئولیت و دعوت حضرت پولس که خدا به او عطا کرده بود جلب می‌کنم، که در آیه 28 می‌فرماید ما او را اعلان می‌کنیم و یا ما درباره مسیح به همه بشارت می‌دهیم و هر شخص را تنبیه می‌کنیم، که منظور اصلاح شدن در ایمانه، و هر کس را به هر حکمت تعلیم می‌دهیم، یعنی عقاید و تعلیمات دیگران را هم بازگو می‌کنیم تا شخص همه را با هم مقایسه کنه و ببینی که کدام برتر و کاملتره. چرا پولس این کار را می‌کنه؟ در قسمت آخر آیه دلیل را میگوید تا در روز داوری، وقتی که همه در برابر مسند داوری عیسی مسیح بایستیم، همه کامل و مقبول پسند او باشیم. پولس وظیفه داشت و یا دعوت شده بود که نه فقط بشارت انجیل رو برسونه، بلکه ایمانداران رو تعلیم بده، اصلاح کنه، تربیت کنه و آنها را در ایمانشون قوی بگرداند. و چون این وظیفه‌ای بود که خدا به او عطا کرده بود، بنابراین از فصل سوم شروع به تعلیم و تربیت و حتی تنبیه ایمانداران میکنه. چرا؟ تا در چشم مسیح کامل شوند. هدف بسیار بسیار مهمه. این دعوت وظیفه‌ای بود که حضرت پولس از خدا دریافت کرده بود. و دوستان عزیز، کلام خدا میگه که هر کسی، هر بنده خدا دعوت خاصی دارد. خدا کند که شما بدانید که خداوند شما را برای چه خلق کرده و دعوت شما چیه. و ما تفسیر آیات 24 الی آیه 28. در آیه 24 حضرت پولس میگوید ولی یک قسمت از کار من رنج کشیدن برای شماست و برای این خوشحالم، چون بدین وسیله باقی مانده زحماتی را تکمیل کنم که مسیح برای بدنش یعنی کلیسا کشیده است. دو موضوع در این آیه است. اول اشاره به زحمات و دوم معنی کلیسا. به زبان ساده تر پولس در این آیه میگوید من خیلی خوشحالم که این همه جفاهایی که کشیدم حالا ثمره آن را میبینم. خوشحالم که به خاطر شما درد و رنج کشیدم.
و بعد میگه برای من لازم بود، ضروری بود که در راه رساندن بشارت انجیل جفا بکشم و حتی به جای شما نیز زحمت بکشم. دوستان عزیز، فراموش نکنید که پولس این رساله را زمانی می‌نویسه که در زندان روم به زنجیری بسته شده بود. پولس این زجر و جفا را کامل شدن هدف خودش می‌دانست، نه برای اینکه نجات بشر را کامل کند و یا کار مسیح ناتمام بود و حالا او با جفا کشیدن و زندانی شدن کار مسیح رو داره به کمال میرسد. خیر، بلکه دعوت او به کمال میرسد و یا پولس وظیفه خود را به صورت کمال انجام میدهد. چرا؟ چون وقتی که مسیح برای اولین بار به پولس ظاهر میشه و او به مسیح ایمان میآورد، در کتاب اعمال رسول میخوانیم که پولس بر اثر نور مسیح نابینا میشه، ولی خداوند یکی از شاگردان یعنی حنانیا را میخونه تا بره دست به چشمان پولس بگذاره و بیناییش رو باز یابد. حنانیا در دعا به خداوند میگوید که ای خداوند، او به بندگان تو، به ایمانداران جفاهای شدیدی کرده و به دمشق آمده تا بقیه ایمانداران را نیز در بند نهاده به زندان افکند. ولی خدا در پاسخ میگوید ای حنانیا، پولس از این به بعد ظرف برگزیده من است، زیرا او باید نام مرا پیش امتها و سلاطین و بنی اسرائیل ببرد، زیرا که من او را نشان خواهم داد که چقدر زحمتها برای نام من باید بکشد. ببینید مأموریتی که خداوند برای حضرت پولس تعیین کرده بود. میگه زیرا من به او نشان خواهم داد که چقدر زحمتها برای نام من باید بکشه. پولس رسول میدانست که خداوند از همان ابتدا برای او مهیا کرده بود که زحمت بکشه، جفا ببینه و حالا که در زندان و در انتظار مرگ است، وقتی جفا و زحمتها رو میکشه از خدا گله نمیکنه، بلکه خدا را شکر میکنه که به خاطر انجیل هدف خود را به کمال رسانیده است. در آخر آیه 24 میگه این زحمات من برای بدن او که کلیسا میباشده. باید گفت که در اینجا جماعت ایمانداران به مسیح به خیلی چیزهای مختلف تشریح شده، از جمله در اینجا میبینیم که بدن مسیح و کلیسا، و مقصود از بدن اینه که همانگونه که اعضای بیشماری در یک بدن هر کدوم کار و موقعیت خاص خود دارند و همه آنان برای تکامل یک انسان لازمه، به همان نحو نیز اگرچه ایمانداران به مسیح از نژاد و طبقات مختلف هستند و هر کدام دارای عطیه خاص می باشند، ولی همه به وسیله یک روح هدایت می شوند، یعنی روح القدس، و همه وابسته به هم هستند. چرا؟ چون همه ما گناهکارانی بودیم که همه محکوم به مرگ، ولی به وسیله ایمان به سوی خدا آمدیم و به وسیله ایمان عادل شمرده شدیم. همه ما یک منجی، یک نجات دهنده داریم که در حقیقت صاحب و مالک ما نیز می باشد، زیرا او ما را از گناه آزاد کرده و او عیسی مسیح مقدسه. در آیه 25 پولس میگوید که بنا به امر خدا من خادم کلیسا شدم و یا خدا یکتا به من مأموریت داده که مسیح رو خدمت کنم و با بیان اسراری که خداوند در عیسی مسیح بر بشر مکشوف ساخته شما را از این عنایات الهی از فیض خدا آگاه نمایم. به زبان ساده تر من رسول و یا پیام آور برای انجیل مقدس شدم. و دوستان عزیز، این مقام را نه انسانها بلکه خود خدا به پولس عطا کرد. بعد در آیه 26 و 27 به طور خیلی خلاصه به سر الهی که در مسیح کشف شده است اشاره میکنه و میگوید خدا این راز را در سالهای سال و قرنهای قرن پیش خودش فاش نشده نگاه داشت، یعنی به انسانها نداده بود، ولی حالا اراده نمود آن را برای کسانی فاش کند که او را دوست دارند و برای او زندگی میکنند. مقصود از این راز همانا عشق و محبت بی حد خدا یکتا نسبت به همه مردم، آن هم به طور یکسانه. ببینید دوستان، یهودیان می‌دانستند که خدا خدای محبته، ولی خیال می‌کردند که چون آنان تنها قوم یکتا پرست هستند، بنابراین فقط آنها هستند که نور چشم خدایند و بقیه که بت پرستند مکروه خدا بودند و خدا آنها را دوست نداره. ولی پولس میگوید که ای یهودیان عزیز، اینطور نیست. خدا همه انسانها را، حتی بت پرستان را به یکسان دوست می‌دارد و موقعیت انسانی که ایمان عملی نداره با بت پرستان در چشم خدا یکسانه. همه انسان‌ها گناه کردن و از جلال خدا محروم می‌باشند. عادلی نیست، یکی هم نه. همه انسان‌ها در نتیجه نیازمند نجات هستند و حالا خدا هم یهود و هم غیر یهود را برمی‌گزیند و با هم در کنار هم می‌گذارد و همه را در یک بدن واحد یعنی کلیسا می‌نهد. در تورات مقدس این موضوع که خدا همه را، هم یهود و هم غیر یهود را،
اگر به سوی او بیایند یکی می‌داند و هر دو را برگزیدگان و فرزندان خود می‌خواند آشکار نشده بود. و چون آشکار نشده بود، یهودی‌ها خیال می‌کردند که فقط آنانی که از نسل ابراهیم و اسحاق هستند مقبول پسند خدا و مورد لطف خدا هستند. ولی اینطور نبود. حالا در مسیح و یا به وسیله پیام انجیل همه مردم جهان می‌توانند به وسیله ایمان به مسیح متحد بشن و از محبت و عنایات خدا بهره‌مند باشند. زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که مسیح را فرستاد تا هر کسی که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. حالا این شخص میخواد از نسل ابراهیم باشه و یا از هر نسل دیگه. برای خدا نسل مهم نیست بلکه خود شخص مهمه. دوست عزیز، آیا امروز شما فیض خدا را شامل حال خود کرده اید و یا خیال میکنید که فقط بعضی از انسانها قادرن آن را دریافت کنند؟ دوست عزیز، فیض خدا برای شماست. فیض خدا شامل حال شما نیز هست. مهم اینه که شما آن را بپذیرید. پذیرشی که نیازمند ایمان است. ایمان به مسیح، به کار او، به تعلیم او و به اطاعت از او. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر خدا یکتا یار و یاورتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.